در سال 2014 میلادی بخش تاجیکی رادیو آزادی بیش از 1000 گزارش ویدیویی آماده و پخش کرد. همه این نوارها در صفحه آزادی در شبکه یوتیوب نیز نشر شدند. از روی رقم‌های این شبکه حالا 5 نوار پربیننده سال را برایتان پیشکش می‌کنیم و این کمکی که تاجیکان را به سوریه می‌برد. نوار رکوردی برنامه چشمانداز بود که نزدیک به 145,000 بار دیده شده است. در این برنامه همکاری ما میرزای سلیمپور شرکت جوانان تاجیک را در جنگ سوریه با منصبداران و کارشناسان در میان گذاشته است. روحانی معروف تاجیک حاجی میرزا ابرانوف معتقد است که حالا روسیه به یک منبع عمده جلب جوانان تاجیک به جنگ‌های بیگانه از جمله به جنگ سوریه تبدیل یافته است. یکی با پول مثال فریب کردن و فریفته کردن و یکی از حساب بیسوادی بچه‌ها بود در واقع به همون 4 دلالت‌های خچون میگیرن میبرنشون از برای خدا گفتن میرن دیگه جنگ کردن میگیرن. نوار با شفا اسماعیلوی چیلگزموی ساکن 28 ساله شهر دوشنبه که خواسته است با فروختن آن زندگیش را سبکتر کند در جای دوم است. این نوار را 128,000 کس تماشا کرده است. چند بار آدم‌ها پیشنهاد کردن که بیام متن فروشیم، من نگفتم برای که مده زیبایی حسن معمولی سرم بود. حاضر در خیلی کمبودی‌ها زیاد شده‌ام. 3 فرزند دارم. در تغییر مال کم گفتم گپا خواهمیتیار دیگر خیلی حاضر ایلاجش هست که خیلی فروشنده. زمین گرفته میخوایم خونه سازم مبلغ در کار مبلغ کمی میکند. همون میگه میخوایم که فروشیم. ماه ایول همین سال صاحبان ماشین‌های قیمت‌بها در دوشنبه به تشویش آمدند. سبب چنین تشویش را در نوار ماشین‌های دزدی همکارم خیرامان بقازاده خواهد یافت. این نوار با داشتن بیش از 94,000 تماشابین در جای سوم می باشد. В канун Нового года немецкая газета Bild опубликовала статью, заявив о том, что в Таджикистане ездят на краденных немецких машинах. Bild утверждала, что 200 престижных иномарок были найдены в Таджикистане. Тема получила широкую огласку, а МВД заявила позже, что за последние 3 года на территории Таджикистана были обнаружены 127 угнанных автомобилей. نوار درباره لطوکوب شدن دانشجو سوربن قناعتزاده از طرف نظام براتوف کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی دقت نزدیک به 80,000 بیننده را به خود کشید. نقل پدر او بیانگر راه یافتن شخصان بیره به نهادهای انتظامی بود. این نوار در جای 4 می باشد. من فقط یک چیز حیرانم اینه که خواهان اون هستن که این سالهای جنگی نیست. خدا با شکر این روزا تاجیکستان ما دولتی صاحب استقلال مستقل است، پرزیدنت دارد، رهبر حکومت دولت دارد و یک جمعیت ما داریم که سالم و بردم است. که من حیرانم که چنین افراد چنین شخصی چی تصادفی در این ساختار قدرتی با کمک دستگیری کی اومده است روی کار، انا این برای ما معما است. خبرهای ویدیویی رادیو آزادی که نتیجه رنج یک جایه همکاران بخش تاجیک است در دوام سال نیز از سر بیننده ترین نوارها بودند. تعدادی از وکیلان مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی بیانیه ژیرینوفسکی را به احترامی نسبت به مردم و استقلالیت تاجیکستان و اغوای گروه‌های ملتگرای روسیه خواندند. نظر ما است که باید واکنش جدی باشد و درست کردند مقامات رسمی قزاقستان و قرقیزستان که چون یک واکنش نشان دادند. این برنامه را زیاده از 55,000 نفر دیده‌اند. و یک نوار خاطرنشینی سال 2014 این نقش طلبنده را به جا آوردن خبرنگاری رادیوی آزادی مؤمنی احمدی بود. و در 10 دقیقه 30 سومانی جمع آورد و آن را به کودکان و رهگذران تقسیم کرد. سال نو مبارک. انتظار نوارهای شب‌آور و دیدنی رادیوی آزادی باشید.